با من همراه باش. مهمترین نکات رضایت در یک پیج کاری رو میخوام بهت بگم که بتونی رضایت بگیری. یه پیج که وقتی میزنی رضایت گرفتن خیلی مهمه. وقتی که رضایت بگیری اعتماد جلب میشه و وقتی که اعتماد جلب بشه و ایجاد بشه باعث فروش میشه. امروز در مورد یه موضوع بسیار جذاب میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. میخوام بهتون بگم که دقیقاً چطوری توی پیجاتون، توی کسب و کاراتون رضایت بگیرید. رضایت مشتریاتون رو بگیرید که باعث جلب اعتمادشون بشه که در نهایت بتونید بیشتر محصولتون رو بفروشید. پس لایو امشبمون در رابطه با نکات مهم برای کسب رضایت در پیج کاریه. با من همراه باش. مهمترین نکات رضایت در یک پیج کاری رو میخوام بهت بگم که بتونی رضایت بگیری. یه پیج که وقتی میزنی رضایت گرفتن خیلی مهمه. وقتی که رضایت بگیری اعتماد جلب میشه و وقتی که اعتماد جلب بشه و ایجاد بشه باعث فروش میشه. تو هر موقعی که بتونی در کسب و کارت و در پیجت اعتماد ایجاد کنی باعث میشه که بیشتر بفروشی. پس ما میخوایم الان 7 نکته رو با هم دیگه یاد بگیریم برای جلب رضایت و ایجاد اعتماد. نکات مهم برای کسب رضایت در پیج کاری. نکته اول، پست درباره مزایای خرید از فروشگاه شما. یعنی یک سری ریلز ها و یک سری پست هایی رو باید تولید کنی، حالا چه پست اسلایدی چه ریلز، از مزایای محصولت، از مزایای فروشگاه. حالا خیلی‌ها میگن آقا مزایا چیه و حالا ویژگی چیه. یه مرز باریکی اینجا وجود داره. ببین مثلا همین میکروفون ویژگیش اینه، مثلا ویژگیش اینه که ارزم به خدمت صدای خوبی داره. مثلا ویژگیش اینه که دو تاست. مثلا این یکیه که الان روی یقه منه، اینم یک، مثلا دو تاست. مزیتش چیه؟ خیلی کوچیکه. ببین اندازه یه سکه است، هر جایی میتونی ببریش. خب مزیت چیه؟ مزیت نفعیه که مشتری میبره. حالا سعی کن پستایی بسازی از منافعی که مشتری تو و فالوور تو از خرید محصولت میبره. داری مثلا پکیج آموزشی میفروشی، داری خدمات میفروشی، داری محصول فروشگاهی یا فیزیکی میفروشی، فکر کن به مزیتش. مزیتی که محصول تو داره چیه؟ در رابطه با مزیت محصول و مزیت فروشگاهت، حالا بعضی وقت خود فروشگاه هم میشه مزیت. بیا پست بساز، بیا ریلز بساز و این به شدت میتونه بهت کمک کنه که اعتماد ایجاد کنی و بتونی رضایت مردم رو جلب کنی. پس اولین نکته آقا، تولید محتوا درباره مزایای فروشگاه و محصولاتم. نکته دوم، استوری های روزانه در مورد محصولاتت. آقا تو اگه میخوای محصولتو بفروشی، این ماگ همیشه کنار من هست بچه‌ها، من همیشه توی لایو میارمش. تو اگه میخوای این ماگو بفروشی، این محصولو بفروشی، باید چیکار کنی؟ باید بیای در مورد این محصول بلاگری کنی، استوری بذاری و نشونش بدی. این که تو ماکارونی درست کردی، این که من چای بخورم یا قهوه، به قول آقای سلوطی، خب این الان مثلا چه دردی از من دوا کرد؟ بیا در رابطه با محصولت استوری بذار. از همه چیز استوری میذاری به غیر از محصولت. یه نکته خیلی مهم همینجا بگم. ببین توی فروش، حالا فروش که در استوری اتفاق میفته، خب اما توی فروش توی اینستاگرام یه نکته خیلی ریز اینجا بگم. وقتی که مشتری میخواد از شما یه محصولی رو بخره، باید هیجان درش ایجاد کنی. مثلا یه دونه استوری، دو تا استوری، سه تا استوری، 4 5 6 همینطوری استوری‌ها رو میذاری و این هیجان ایجاد میشه در مشتری. خط هیجانش به اون نقطه که برسه، میاد از شما شماره کارت میگیره و واریزیش رو انجام میده. اما یهو وسط اینا اگه مثلا تو بیای بری یه دونه استوری از ماکارونی درست کردنت مثلا بذاری، یه دونه استوری مثلا از یه چیز بی ربط بذاری، این خط هیجانی اومده بالا، یهو سقوط میکنه. پس باز دوباره تو باید تلاش کنیم اینو بکشونیش بالای نمودار. پس میخوام بهت چی بگم؟ میخوام بهت بگم آقا استوری های روزانه از محصولت بذار. قربونت برم، تو داری محصول میفروشی، حالا چه آموزشی، چه خدماتی، چه فروشگاهی. پس استوری بذار ازش، نشون بده محصولت رو. این که حالا توضیح بدم و این که مثلا این کارو کنم، نمیدونم برم حالا بلاگری کنم، نشون بده. کسی که فروشگاه داره، کسی که محصول داره میفروشه، باید محصولش رو نشون بده. و وقتی که محصولت رو نشون میدی، به شدت ایجاد اعتماد میکنی در نگاه مخاطب. یکی از دوستان حرف خیلی قشنگی به من میزد، میگفت یاسر اگر یه نفر بیاد یه محصولی رو به من معرفی کنه و بره، من میگم آقا این کلاهبرداره، چون یک بار اومد به من معرفی کرد. اما اگه یه نفر بیاد مثلا در هفته 10 بار به من محصولش رو معرفی کنه، من ازش میخرم و میدونم که حتما محصول این خوب هست و به این اعتماد میکنم که اومده محصولش رو داره به من معرفی میکنه. پس میخوام بهت بگم واقعا اگه محصولت خوبه و خودت اعتماد داری به محصولت، اطمینان داری به محصولت، باور داری به محصولت رو نشون بده تو استوریا. و نکته دوم اینه، این لایو، حالا کسایی که جدید اومدن، نکات مهمو دارم میگم برای کسایی که پیج دارن، میخوان رضایت مشتریاشون رو جلب کنن، میخوان اعتماد مشتریاشون رو ببرن بالا که در نهایت ختم بشه به فروش بیشتر. نکته اولش این بود، پست درباره مزایای فروشگاه و محصولت بذار که در رابطه با تفاوت ویژگی و مزیت صحبت کردم که مزایا یعنی چی که من در موردش تولید محتوا کنم. کامل بهت گفتم. حالا این لایو هم بعدش حالا میتونید ببینید به صورت ادیت شده، ولی اینجا باشه خیلی بهتره، چون ممکنه من یه نفر رو بیارم بالا صحبت کنیم و کلی سوال بپرسه که سوال خودت هم باشه. نکته دوم، استوری های روزانه در مورد محصولت بذار. وقتی استوری های روزانه در مورد محصولت میذاری، داری نشون میدی که آقا محصول من خوبه، من باور دارم، بیا بخر. مثل اون کلاهبرداری یه بار نمیای نشون بدی، یه بار نمیای معرفی کنی. پس محصولت رو نشون بده و استوری ها رو ببر به سمت نشون دادن محصولت. نکته سوم در رابطه با جلب اعتماد مشتری و بالا بردن رضایتش، نقد، بررسی و مقایسه محصولات با هم. ببین من میرم وارد یه مغازه پوشاک میشم، مثلا کت شلوار میفروشه. خب من میگم که من مثلا این کت شلوار زرشکی رو میخوام.
اون ساب مغازه‌ای که کچلوار داره میفروشه و چند سال توی اون کاره، میاد نقد میکنه، میاد بررسی میکنه، میاد مقایسه میکنه، میگه درسته ها این کچلوار زرشکی رو میخوای، ولی نظر من و پیشنهاد من این کچلوارم هست، به خاطر اینکه این جنسش اینطوریه، داخلش مثلا آسترهاش اینطوریه، دوختش به این شکل شده، نقد داره میکنه، ولی این اینطوری نیست، این مثلا به جاش اینطوریه، بررسی داره میکنه، مقایسه داره میکنه. تو هم بیا دقیقاً همین کاری که الان این آقای فروشنده با من کرد وقتی که رفتم مثلا داخل مغازه‌اش برای خرید کچلوار، تو هم بیا دقیقاً توی پیج این کارو انجام بده. داخل استوریات نقد کن، بررسی کن و مقایسه کن محصولات خودت رو با محصولات بقیه که داخل بازار میتونه وجود داشته باشه. پس نقد و بررسی و مقایسه محصولات با هم به شدت در نگاه مخاطب رضایت ایجاد میکنه و باعث میشه که مخاطب بیاد و محصول شما رو بگیره و استفاده کنه. این نکته سوم بود. 3 تا نکته گفتم تا الان، 3 تا نکته مهم. پس ما در رابطه با چی با هم دیگه صحبت کردیم؟ در رابطه با رضایت و اینکه ما چطور توی پیجمون بتونیم رضایت مشتریامون رو بگیریم. عزیز دلم اگه رضایت مشتریاتو بتونی بگیری، اعتمادشون رو جلب کنی، برنده‌ای. قطعاً برنده‌ای. خب یاسر چرا برندم؟ به خاطر اینکه احساسش رو درگیر کردی. احساسش رو درگیر کرد. ببین اگه جنست بد باشه، فقط بتونی احساس یه نفر رو درگیر کنی، مثل رابطه میمونه. تو هر چقدر بد باشی از نگاه دیگران، اون طرف مقابل دوستت داره. میگه آقا من اینو دوست دارم، من تو کنج خرابات هم باشم من میرم با این زندگی میکنم. فالوورت هم همینه. اگه بتونی احساساتش رو درگیر کنی، قطعا اتفاق قشنگی میفته برات. اون دیگه همیشه با تو کار میکنه. 10 نفر بیان بگن آقا جنسش بده، میگه نه من فقط میخوام با این کار کنم. کلی از آدما بیان بگن نه بابا مثلا کلی بهتر از این هست ها، میگه نه من فقط میخوام با این کار کنم. پس نکاتی که دارم بهتون میگم باعث درگیری احساسات مخاطب میشه. وقتی که بتونی احساسات مخاطبت رو درگیر کنی، تو برنده‌ای. دقیقاً مثل رابطه میمونه. بتونی احساسات پارتنرت رو درگیر کنی و یه کاری کنی که بهت وابسته بشه. حالا من دارم مارکتی و بازاری صحبت میکنم، شاید تو رابطه مثلا همین چیزی غلط یا اشتباه باشه، ولی در کل زرنگ کسیه که بتونه احساسات دیگران رو درگیر کنه دیگه، حالا چه تو مارکت چه تو رابطه یا هر چیزی که هستش، که طرف وابسته بشه. پس چی شد آقا؟ نکته اول، نکته دوم و نکته سوم گفتم. نکته چهارم، برای اینکه ما رضایت رو کسب کنیم در پیجمون، نکته چهارم، ویدیوی لایو برای پاسخ به سوالات مشتریان تا 15 برابر رضایت مشتری‌ها رو بالاتر میبره. ببین تا میتونی لایو بذار، حالا تا میتونی مثلا روزی 3 بار 4 بار نه، هفته حد اگه داری یادداشت میکنی هفته حداقل 3 تا لایو بذار. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه. ساعتش چه ساعتی باشه یاسر فرق نمیکنه. معمولا 8 شب به بعد باشه بهتره، چون داریم میریم به سمت عید و به سمت سال جدید و دیگه بهارم و تابستونم اینطوریه که مثلا حالا شب 8 شب به بعد خیلی خوب میشه. ولی در کل میخوام بهت بگم تا میتونی لایو بذار. آقا لایو بذار مستقیم. به همین الان نزدیک 50 نفر توی لایو هستن. انگار من دارم برای 50 نفر توی یک سمینار نشستم، دارم برای 50 نفر مستقیم صحبت میکنم. لایو باعث میشه که طرف بهت اعتماد کنه، بگه آقا داره مستقیم با من صحبت میکنه. باعث میشه که رضایت طرف بره بالا. پس توی پیجت لایو بذار. یاسر من نمیتونم بیام جلو دوربین. باید بیای جلو دوربین. اگه میخوای بفروشی، اگه میخوای پول در بیاری، اگه میخوای درآمد داشته باشی، باید بیای جلو دوربین. الان مثلا من اومدم جلو دوربین، مثلا الان خیلی کار سخت و دشواریه، یه بار فقط بار اولش سخته. خب فقط بار اول سخته که تو بیای جلو دوربین و چهرهتو ببینن. نه من مادر شوهرم اگر ببینه، جاری من اگر ببینه، دختر خالم سمیه، اینا اگه مثلا تو شهرستان ببینن، اینا که دیگه مال زمان مثلا قاجار این حرفا. دیگه خیلی باید فکرت بازتر باشه نسبت به این حرفا. نه من مثلا چهره زیاد جالبی ندارم، مثلا من چهره خیلی جالبی دارم الان که اومدم اینجا نشستم. پس بیا تو لایو، بیا مستقیم صحبت کن با افراد. چه مردی، چه خانوم هستی، چه آقایی، نمیدونم چه پسری، چه دختری، چه خانم مسنی، چه آقای مسنی هستی. اتفاقا در اینستاگرام بچه‌ها اگر می‌نویسی تنها جمله‌ای که من می‌خوام از این لایو با خودت ببری فقط همینه. اگر در اینستاگرام می‌خوای موفق باشی، هر چی راحت‌تر باشی با طرف مقابلت، با فالوورت، با یوزرت، تو موفق‌تری. آی نمیدونم من برم تو ماشین مدل بالا بشینم، عینکو بزنم، برم نمیدونم آرایش کنم، برم مثلا مدل موهامو درست کنم. هر چقدر تو راحت‌تر باشه با مخاطبت به تو بیشتر اعتماد میکنه. عزیز دلم دیگه دوران این گذشت که مثلا من یه دونه استوری بذارم با ماشینم، بگم که مثلا چون من به این ماشین رسیدم شما رو میتونم به این ماشین برسونم. من مثلا میکاپ کنم، مثلا بیام جلو دوربین بگم چهره من میبینی چقدر جذابه فلان، استوری من بیشتر بازیت بخوره. خیلی از بلاگرها هستن طرف تو روستا داره زندگی میکنه، مثلا اگه 500 تا فالوور داره، بازدید استوریاش 100 کاست. تعاملش خداست. چرا؟ چون راحت اومده جلو دوربین داره صحبت میکنه. پس لایو بذار، بیا جلو دوربین صحبت کن. من ازت میخوام یعنی اینطوری باشه واقعا، چون میدونم همتون اصلا میان جلو دوربین، ولی من میگم 1%، یعنی یک نفر از این 50 نفری که تو لایو، از این 60 نفری که الان تو لایو هستن، یه نفرشون اگه واقعا روش نمیشه، دوست دارم هفته بعد بیاد بگه یاسر دمت کم، حرفای تو باعث شد که من بیام جلو دوربین و صحبت کنم. پس لایو گذاشتن باعث میشه که آقا تو رضایت رو ببری بالا، اعتماد رو در نگاه مخاطب افزایش بدی. و این لایو ما دقیقاً در مورد همینه که من الان 4 تا نکتهشو گفتم. درباره مزایا پست بذار، استوری روزانه در مورد محصولت بذار، نقد و بررسی و مقایسه انجام بده و ویدیو لایو بذار. تو هفته حداقل 3 بار لایو بذار. حالا شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، یا یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، یا مثلا حالا ساعتش مختلفه. یک ظهر میتونی بذاری، 5 عصر میتونی بذاری، 8 شب، 9 شب هم مثلا من میتونی بذاری. معمولا حالا شبا دیگه مردم تو خونه‌شونن، راحتن، دغدغه ندارن، حالا یه لایو میبینن یا ویدیویی میبینن، تعامل بیشتر. نکته پنجم،
پست درباره تاریخچه برند یا فروشگاه. این خیلی فوق العاده است. تا میتونی در مورد هیستوری، در مورد تاریخچه، در مورد داستان خودت تا میتونی صحبت کن. آدم‌ها داستان شما رو میگیرند و میخرن. چقدر دارم حرفای مهمی رو بهتون میزنم. آدم‌ها داستان شما رو میخرن. من الان از اصفهان دارم باهاتون صحبت میکنم. یه ساندویچی توی اصفهان، توی خیابون مرداویچ. بچه‌ها اینو گوش بدین. اسمش ساندویچ دهه 60. یه بار دوست من دست منو گرفت، گفت آقا بیا بریم این دهه 60. گفتم این دهه 60 داستانش چیه و فلان اینا. گفت آقا این کسی که توی این ساندویچیه یه خانم مسنه، که این خانم مسن یه معلم بوده، یه معلم بازنشسته بوده، از بچگی مثلا از دهه 60 و اینا دوست داشته مثلا وقتی که بزرگ میشه یه ساندویچی بزنه و از همون بچگی به ساندویچ علاقه داشته. بعد گفتم الان یعنی بازنشسته است، الان یعنی تو خود همون ساندویچی، الان یعنی داره مثلا ساندویچ مثلا گوجه خیارشور مثلا میذاره لای ساندویچ خودش اونجاست. گفت آره. گفتم بریم. رفتیم دیدم یه خانم مسنی اون آخر فروش، آخر اون ساندویچی عینک زده با ساندویچ این گوجه و خیارشور از این بعد لای نونش هم اسم نونش رو یادم نمیاد، همیشه میگم یه نونای قدیمی نوستالژیه، ل داره ب داره، اسم نونش الان یادم نمیاد. بعد از اینا میذاره، بعد به تو میده اصلا کیف میکنی ساندویچو میخوری. اگه دوست من میگفت بابا ساندویچش روغنش اینطوریه، گوشتش اینطوریه، فلان بیساره، حتی اگه میگفت قیمتم مثلا مناسبه، شاید مثلا ترغیب کننده برای من نبود. اما موقعی که گفت یک مادر بزرگ و یک خانم مسن که داستانش این بوده که دوست داشته در بزرگسالی اصلا بچگی عاشق ساندویچ بوده و در بزرگسالی بیاد ساندویچی بزنه، اینو که برای من گفت، من گفتم بریم. آدما داستان میخرن. الان تقریبا از هر هفته، چون نزدیکیم به اونجا، یعنی از هفته که 7 روزه من مثلا 3 شب 4 شبشو میرم اینجا شام میگیرم، ساندویچ میگیرم. سیرم نمیشه چون خونگی درست میکنه لامصب. من همیشه دوست داشتم مثلا این مامان بزرگ من بود برای من ساندویچ درست میکرد، چون مامان بزرگ من یه شهر دیگه است. حالا کاری ندارم. میخوام بهتون بگم آدمو داستان میخرن. آقا تا میتونی تاریخچه تو بگو، هیستوری تو بگو، داستان کسب و کارت رو بگو، داستان فروشگاهت رو بگو. از کجا به کجا رسیدی؟ چند سالت بود؟ اصلا دانشگاه چی خوندی؟ مدرکت چیه؟ اصلا چطور علاقه‌مند شدی که این کسب و کار رو بندازی؟ چطور علاقه‌مند شدی بری تو این حوزه؟ خب چه کاری رو تجربه کردی، رسید انجام دادی دیدی نه به درد نمیخوره تا رسیدی به این که علاقته. هر چقدر تاریخچه رو بیشتر بگی، آدمو بیشتر عاشقت میشن، آدمو بیشتر استفاده میکنن از محصولت، آدمو بیشتر میخرن. دمتون گرم، چقدر خوب دارین گوش میدین. فیکس 50 نفر از اول لایو مونده. دمتون گرم. پس این نکته پنجم بود. نکته ششم، بررسی مقایسه‌ای بین دو محصول مشابه. بررسی مقایسه. ببین مقایسه خیلی خداست، خیلی جوابه. یعنی هر چقدر میتونی داخل پیجت مقایسه انجام بده. مقایسه بین این و این. حالا اینی که میگم این شات قهوه است، مثلا اشتباه نگید. مقایسه مثلا بین این حالا شات و این شات. خب ببینید قهوه هم توشه. چیز منحرف نباشه، یعنی جای دوری نرین، قهوه توشه. این شات با این شات چه تفاوتی داره؟ مقایسه کن، محصولات رو با هم دیگه مقایسه کن که آقا مثلا این شارژر، همه چی دور و بر من هم هست، این شارژر با این شارژر چه تفاوتی داره. خب مقایسه بین محصولات مشابه به شدت باعث ایجاد اعتماد و افزایش رضایت میشه برای فالوورات، برای مشتریات، و به شدت میتونه مقایسه جذاب باشه برای تمام کسانی که دارن محصولاتت رو میبینن و میخوان ازت خرید کنن. و مقایسه خیلی خوبه، حتما مقایسه کن. محصول خودت رو با یه محصول مشابه مثلا خارجی با کیفیت خیلی گرون که جنس تو خیلی گرون مثلا با کیفیت تر مقایسه کن و همینطور قیمتش مناسب تره، یا محصولت رو مثلا با یه محصول مشابه بیا مقایسه کن. و این به شدت رضایت رو میبره بالا و باعث ایجاد اعتماد میشه، به خاطر اینکه آدم‌ها فکر میکنن و قطعا به این باور میرسن که تو یک متخصصی و آدم از کسی میخره که متخصص باشه. اگه تو میخوای خونه‌تو مثلا دکورش رو عوض کنی، نمیری پیش یه نفر که مثلا 2 ماه داره کار میکنه، میری پیش یه نفر که تجربه داره، متخصص اون کاره. اگر میخوای ملک بخری یا مثلا چه میدونم معامله کنی، میری آقا از 2 نفر میپرسی که متخصص این کارن. پس وقتی که اون متخصص میاد مقایسه میکنه، در ذهن تو بیشتر نفوذ میکنه و اعتماد تو نسبت به اون فرد بیشتر میشه. میگه این خونه اینطوریه، مرکز شهر، نمیدونم اگه بری بالا شهر بگیری این مزایا رو داره ولی مثلا دسترسیش دوره، اگه مرکز شهر بگیری این مزایا رو داره ولی خیلی شلوغه فلان بیساره. و مقایسه میکنه، 2 تا ملک رو مقایسه میکنه، 2 تا محصول رو مقایسه میکنه و هر چقدر که تو بتونی بهتر مقایسه کنی، رضایت مشتریات و فالوورات بیشتر میشه. و نکته آخر که نکته هفتمه، ارائه گواهینامه ها و مدارک معتبر، اصطلاحاً سرتیفیکیت ها. من الان میام مثلا دارم میگم من الان مدرس ناخونم، مثلا من ناخون میکارم. خب مثلا من وقتی که یه مدرک ارائه بدم بگم از فلان جا مثلا توی اسپانیا فرانسه، الان که البته همه اینطوری شدن، ولی از فلان جا مدرک دارم، این خودش باعث ایجاد اعتماد میشه، رضایت ایجاد میکنه، باعث افزایش رضایت و ایجاد اعتماد میشه در بین کسانی که میخوان بیان از من خدمات ناخن رو بگیرن و دریافت کنن. و این به شدت مهمه که تو مدرکت رو بگی، اعتبار تو، مدرک تو، سرتیفیکیت تو، مدرک تو و همینطور گواهینامه تو اعتبار توه. تو وقتی که پشت ماشین میشینی، وقتی یه جای متوقف میشی، میگی مدرک ببینم داری یا نه،
گواهی نامه داری یا نه؟ پس توی کسب و کارت هم دقیقاً همینه. اگه میخوای توقیف نشی مدارک تو رو کن. خیلی حرف مهمیه. اگه میخوای توقیف نشی مدارک تو رو کن. مدارک تو رو کن. اون پلیسه وقتی که ماشین تو توقیف میکنه، اون پلیس مدرکی از تو ندیده. توقیف کردن در بازار کسب و کار و در پیج اینستاگرام چیه یاسر؟ توقیف کردن یعنی اینکه مشتری دیگه ازت نمیخره. چرا؟ چون مدرکی نشون ندادی. وقتی که مدرک نشون بدی قطعاً مشتری ازت میگیره و میخره و بهت اعتماد میکنه. پس 7 تا نکته رو گفتم. یه بار دیگه توی 30 ثانیه میخوام مرور کنم. برای آخرین بار. نکات مهم برای کسب رضایت در پیج کاری. اگه ننوشتی حتما بنویس یا میتونی اسکرین رکورد بگیری. 1. پست درباره مزایای خرید از فروشگاه. 2. استوری‌های روزانه در مورد محصولات. 3. نقد و بررسی و مقایسه محصولات با هم. 4. ویدیوی لایو بذار. حتما لایو پرسش و پاسخ بذار در هفته، اونم 3 بار. 5. پست یا ریلز یا استوری در مورد تاریخچه هیستوری و داستان تعریف کن. داستان ساندویچی رو برات گفتم. 6. مقایسه بین دو محصول رو حتما انجام بده و 7. ارائه گواهی نامه ها و مدارک معتبر. جمله آخر و حرف آخر. ببین عزیزم، تو موفق میشی. پیجت میاد بالا. به یه جایی میرسی که محصولاتت رو همه میخرن، خدماتت رو همه استفاده میکنن، آموزشات رو میتونی تو سر تا سر کشور و حتی فراتر هم پخش کنی و مردم ببینن و کیف کنن. لازمش فقط 2 تا چیزه. تو موفق میشی، پیجت میاد بالا. لازمش فقط 2 تا چیزه عزیزم. استمرار و صبر. انجام بده، انجام بده، انجام بده، انجام بده بدون در نظر گرفتن نتیجه. قطعا یه روز اون اتفاق خوب برات میفته. فقط خواهشم ازت اینه که توی این مسیر از ابزار استفاده کن. هر چقدر بتونی بیشتر از ابزار استفاده کنی، قطعا اتفاقی که برات میفته بهتره. دایرکت هوشمند و دایرکت هم یه ابزاره که میتونه به شدت بهت کمک کنه و میتونه خیلی 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 زیاد باعث این بشه که سرعت رشدت بره بالا. وقتی طرف از 30K رسیده به 80K تو 2 ماه، وقتی طرف نمیدونم از روز اولی که دایرکتمو گرفته تا روز هفتم 7000 تا فالوور گرفته، یعنی تو 7 روز 7000 تا فالوور خیلیه. 7000 تا فالوور بخوای تبلیغ کنی حداقل باید 30 میلیون 40 میلیون بدی. پس از ابزار استفاده کن. کلا 1 ماه دیگه بیشتر نمونده. همیشه موقعی که میخوای شروع کنی میگی از سال جدید بذار شروع کنم، ولی من میخوام بهت بگم که برای شروع بهترین زمان همون سال پیش بود، اما بهترین زمان بعدی برای شروع امساله و همین الانه. و بچه‌ها از این به بعد محتواهای آموزشی به شدت زیاد میشه. ما هفته‌ای 3 تا پادکست میذاریم داخل کانال تلگرام. اگه کانال تلگرام رو ندارید حتما از بایو لینکش رو بردارید، عضویت پیدا کنید و همینطور هفته‌ای 3 تا هم لایو داریم که هر لایومون همینطوریه. بهت انگیزه میدم، بهت آموزش میدم، کامل بهت میگم دقیقاً چیکار کنی. اصلا نگران نباش، ما اینجاییم، تیم دایرکت هم اینجاست که کمکت کنه. و در پایان فقط میخوام یه چیز بهت بگم. اگه میخوای رشد کنی فقط باید اقدام کنی. رشد کردن فقط در اقدامه، فقط در شروعه. اقدام کن، شروع کن و در مسیر کامل شو. جمله من رو داشته باش. اقدام کن، شروع کن و در مسیر کامل شو. مطمئنم اتفاقات قشنگی برات میفته و وقتی که در مسیر کامل میشی تبدیل میشی به یک فرد بسیار موفق. دمتون گرم. خیلی خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که همیشه درخشان باشی، همیشه سلامت باشی و به هر چیزی که دوست داری برسی. مرسی، ممنونم. تا یه لایو دیگه. فعلا خدا نگهدار.